حال شما چطوره؟ بابا تو میکروفون حرف بزن. حال شما چطوره؟ هوو دارم هوو، دل بیقرارم هوو، روزی که هوو نداشتم چه روزگاری داشتم. چطوری محسن؟ خوبی؟ اینترو رو دیگه بهت نمیده. نه جای جدید آورده ما رو. اینتروی محسن چیه؟ آیه جمعو جلو دوربین درست میکنی، پشت دوربینم درست کنیم تکان بخوریم. همون خفه شو آشغال، همه جای اینجا هست. چرا الکی هنوز جا نداریم ما، هنوز چرا دارید یه صندلی به ما نمیدی؟ چرا دروغ میگید؟ همه چیز الان تعبیه شده. میکروفون رو میگیری سمت اون، بعد خودت حرف میزنی، بعد اون حرف میزنی میگیری سمت خودت. آره سلام، من علیرضا جمع هستم. به پادکست این هفته ما خوش اومدین. به 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 دیزاین جدید، از زیبا شده آقا. استودیوی جدید، استودیوی چشات زیبا جدید می‌بینه. مبارک. خیلی خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدین به استودیوی جدید ما. واقعا استودیوی زیبا. لاکچری ما اسپانسر گرفتیم دوستان. آره سیستم ما اسپانسر گرفتیم. پولای یوتیوب و کشای پولا رو زدیم به کار و جوری نبود که پول هم خرج اتینا بزنی بدی به کار. خرج اتینا نکردیم. زندگیمون تامین شده، آدم کاملا خوشحال همه چیز اوکیه، خدا رو شکر. خیلی امیدوارم دوست داشته باشید استودیو جدید ما رو. خیلی وقت بود ویدیو نداده بودیم، خیلی وقت که اون ویدیوهایی که ما قبلا میذاشتیم چون ضبط کرده بودیم تیکت که میذاشتیم ضبط نکردیم. مدت طولانی یه ذره درگیر بودیم، کاروبار داشتیم، بازبینی داشتیم، جابجایی داشتیم، بدبختی و فلان و چطور اینا تا آماده شد بودیم. دنبال اسپانسر میگشتیم، پول نداشتیم، محتاج نون شب بودن بچه‌ها. اوکیه ببین اوکی بچه درک میکنن. خدا یه ماه نخوابیدیم، زیر قرضیم. دستتو نشون بده، پینه‌های دستتو، پینه‌های دستتو، پینه‌هاتو بعداً بیار. نمیخواد نه هاتو بعداً عکسش رو پینه‌هاتو به من مال بده. این که دستاتو نمیشوری محسن. آقا خلاصه ما نتونستیم خیلی ویدیوها رو بگیریم، خیلی اتفاق افتاد که کلا بی خیال شدیم، نتونستیم بگیریم و اینا، ولی اومدیم دوباره از نو ویدیو بگیریم، راجع به خیلی چیزا صحبت کنیم. حالا بسته به اتفاقات و موضوعاتی که داریم حرف میزنیم اینا. امروز قراره چیکار کنیم؟ امروز چند وقت پیش یورو 24 لیگ ملت جام ملت‌های اروپا تموم شد. اسپانیا قهرمان شد. اسپانیا قهرمان شد. ما نتونستیم مثلا راجع به جام ملت‌ها ویدیو خاصی بگیریم. خیلی ببین از یه جایی بعد تصمیم گرفتیم انقدر تخصصی نباشه. اگر ویدیو هم می‌خوایم بگیریم راجع به یه رویداد ورزشی، خیلی خود مونیتور جذاب‌تر راجع به چیزای دیگه. به اون بهانه ما می‌خوایم یه ویدیویی ضبط کنیم راجع به یه سری چیزا حرف بزنیم که فوتبالی نمیشه گفت هست، ولی اصلا لازم نیست فوتبال دیده باشید، بلد باشید، بدونید چیه که بخواید این ویدیو رو ببینید. هر مدلی که هستید میتونید این ویدیو رو ببینید، حال کنید باشه. من خودم نمیدونم فوتبال چجوریه زیاد. آفساید هنوز مشکل دارم. واسه هنوز قضیه آفساید براش حل نشده. یادم یه اسپانیا تو لیگ بود، لیگ جام قهرمان شد و خوشحالم و خدا رو شکر. خدا رو شکر از همه حمایتایی که انجام دادن. مرسی از یامال، مرسی از مسی که تو بچگی یامالو شست دست زد. بله یامال، خدا رو شکر که یه دستی به سر گوش یامال کشیده شد در کودکی. یک سوالی ما پرسیدیم که تو بچگی ما رو کی در گوش دست زده؟ کی دست زده به شما تو بچگی که تهت شده این؟ اگه من پیدا کنم ما نفرین کردن کنم. تو رو چش زده. شما رو آره. تو رو که خیلی، تو که خیلی بچه زدن. 100%. تو 16 سالگی چه غلطی می‌کردی؟ یه سوال خیلی مهمیه که شاید همه الان سوال داشته باشن. تو 16 سالگی چه غلطی می‌کردی؟ ما چه غلطی می‌کردیم؟ چندم بودیم؟ فلانی که 19 سالگی تو جام ملت‌های اروپا اول دبیرستان بود. 16 نمیدونم. البته من کلاس 6 خواندم، یعنی تو فکر کنم نداشتن. یا اول من نداشتم راهنمایی. مهم نیست. به هر حال کار خاصی نمی‌کنی. جدی ششم خوندی؟ آره من آخه عزیزم هیچ کار خاصی نمی‌کردیم. بدون فوت وقت و معطلی بریم سراغ چیزی که موضوعی که می‌خوایم راجع بهش حرف بزنیم. قضیه اینه که راجع به ما اسم بازیکن‌ها، تلفظ اسم بازیکن‌ها به خصوص در زبان فارسی می‌خوایم حرف بزنیم. خیلی چیز مهمیه، خیلی بحث گسترده‌ایه. اتفاقا به نظر من این یک اتفاقی افتاد توی این جام ملت‌های اروپا که بهانه‌ای داد دست ما که بخوایم این ویدیو رو بگیریم، حرف بزنیم، ویدیو رو بسازیم راجع بهش. یه بازیکن تیم ملی انگلستان داشت که دعوت شده بود به تیم ملی، توی کریستال پالاس هم بازی می‌کرد. بازیکن جوون است. اصلیتش ساحل عاجیه. پدرش و مادرش اهل ساحل عاجن، تابعیت انگلیس داره برای تیم ملی انگلیس بازی. اسم این بازیکن مارک گهیه. خب گهی واقعا اسمش گهیه، یعنی خود صفحه لیگ برتر انگلیس میاد آخر فصل از بازیکنایی که اسمای عجیب غریب دارن درخواست می‌کنه بیا جلو دوربین توی ویدیو اسمشون رو خودشون تلفظ کنن و توی صفحه لیگ برتر هست، اصلا میتونید ببینید. خود این بنده خدا چون اسم آفریقایی داره، فامیلی این طرف اسم خانوادگیش آفریقایی، اومده
اومده گفته مارک گهی. منتها یه داستانی پیش اومده چه تو تلویزیون ایران چه حتی خارج از ایران. تو خارج از ایران که خیلی شوخی باش میکنن، اون که به کنار. توی ایران اولین باری که قبل از شروع جام یه بازی دوستانه انگلیس داشت، گزارشگری بود یادم نمیاد کی بود، از این گزارشگری جدید اسمشو نمیدونم، اومد گفت که اومد اسم این بازیکن رو تلفظ کنه، برگشت گفت مارک گوهی. اونی که بود بدتر شد. گهی اصلا چیز بدی نیست، گهی اصلا چیز بدی نیست. خب مارک ببین اگر گوهی باشه نباید تو بگی یعنی اون موقع تو باید بگی گهی، تقصیر خودش نبوده که. آره یعنی حتی اگر گوهی هم بود تو نباید بگی گوهی. تو چرا باید بگی گوهی؟ چرا آب بدبختو میبری؟ و حالا نکته عجیبش اینه که رفتیم جلوتر تو جام ملت‌های بازیکن ثابت هم بود تو ترکیب انگلیس. توی نیمه نهایی پیمان یوسفی که داشت گزارش می‌کرد بازی انگلیسو، نه تنها بهترش نکرد، آره اومد برگشت خیلی مستقیم و چکشی بدون اینکه چیزی کم و زیاد کنه، برگشت گفت که مارک گی. جدی میگم ببین نمیدونم پیش خودش چه فکری کرد، فکر کرد مثلا یک تلفظ انگلیسی اچش خونده نمیشه گی. مارک گی. خب فکر نمی‌کنم مارک گی باشه، احتمالش خیلی کمه، امیدوارم که نباشه. ببین این حرف دارم نمیتونم بزنم. توی رسانه‌های خارجی گزارشگر انگلیسی و خارجی زبان خیلی باش شوخی کردن، انگلیش اور اسپانیش. اینجاست اگه مثلا هر کدوم انتخاب کنم من نمیتونم بگم. تو نمیتونی بگی، تو میتونی اسپانیش مثلا، تو میتونی تکون بخوری، همون بلدی نه. با شوخی کردن به خاطر همین مثلا یه ذره عجیب غریب بود، ولی اومدن گفتن اصلا گی نیست، مارک گی نیست. خیابانی تو فینال که خدا اصلا این چیز عجیب غریبی بود، نیمه اول خیابانی اسم این بنده خدا رو گهی تلفظ می‌کرد. یعنی مارک گهی پشت بزین و گهی زین به پشت. یعنی چی اصلا؟ مارک گهی میاد و میره. نیمه دوم اومد گهی. آره یعنی چون تغییرش کردم بهش گفتم. آره دیدی میخوام مثلا چیز کنن ضایع نشه، بعد این باشه نه اون باشه، یه چیز بینابین تلفظ یه چیز نامفهومی وسط اصلا معلوم چه زهر ماریه. مار گی. حالا خلاصه اسم این بازیکن یه بهانه‌ای شد ما یه چند تا بازیکن رو مثال بزنیم که آقا چه دردسری داشته. یکی از معضلات صدا و سیما ایران اسم بعضی از بازیکن‌های خارجی بوده برای اینکه بخوان تلفظش کنن توی صدا و سیما. بالاخره خانواده نشسته، نمیشه که هر چیزی زبان فارسی زیاد قشنگ نیست. آخه ببین برعکسش هم هست دیگه، یه سری اسم ایرانی هست که وقتی میره اون ورا چه بازیکن چه حالا هر چیز دیگه یه ذره تلفظش به زبان اونا عجیب غریبه دیگه، فوشه، حرف رکیکیه، فلان عجیب غریبه، خنده، اصلا حرف خنده داریه. فخرالدین پور ویدیو بود آره. فخرالدین پور آره مثلا فخرالدین پور خیلی سخته براشون تلفظ کردن. میگن از نگار خیلی جمشید مثلا خیلی جمشید آره خیلی چیزهای مختلف کرده. ولی حالا ما کاری نداریم، میخوایم اسمهای بازیکن‌هایی که در زبان فارسی اومدن تو صدا و سیما اینا رو تلفظ کردن و چه دردسرا کشیدن رو بررسی کنیم. یه بازیکنی بود اگه بشناسیدش قطعا میشناسینش شما، حالا بچه‌ام شاید بشناسنش، هنوزم داره بازی میکنه، بازیکن سوئیس، خیلی هم بازیکن خوبیه. اسم این بازیکن ژردان شکیریه. خب اسمش همینه واقعا، اسمش ببین اصلا ربطی نداره، اسمش خیلی غلیظ گفت، اسمش ژردان شکیریه. خود سوئیس هم بابا اسمش همینه، یعنی اصلا داستان چیه. آقا این ویدیو برای افراد زیر 18 سال این ویدیو قشنگی نیست متاسفانه، ما مجبوریم خیلی رک و پوسکنده. ببین من دارم اسم بازیکن میگم، نمیدونم شما دارید چه چیزایی فکر میکنید، من دارم اسامی بازیکن‌ها رو به زبان مادری خودشون میگم. این بعدن صدا و سیما ایران که با این قضیه مواجه شد که یا ابوالفضل این اسمش مورد داره، اومدن یه جلسه مدیریت بحرانی تشکیل دادن، حالا چه خاکی تو سرمون بریزیم، چی تلفظش کنیم که ضایع نشیم و فلان، و خیلی فکراشون رو هم ریختن. نمیدونم کی اون وسط گفت آقا من یه فکری به ذهنم رسیده، یه ایده ناب دارم که بیایم اینو اینجوری تلفظ کنیم. گفتن چی؟ گفتن از این به بعد میگیم ژردان شقیری. بعد همه برگشتن گفتن احسنت چقدر تو باهوشی. آره در صورتی که بدتر شد. یعنی ببین شما اگه تلفظ خود اسمشو بگین میگیم آقا اسمش اینه دیگه، یعنی حالا چه بد باشه تو این فرهنگ چه نباشه اسمش اینه، ولی شما اون وقتی خودتون تغییرش میدید به یه چیز عجیب غریب تر شما مقصرید به نظر من. اصلا نمیدونستن چی بگن، شده بود یه دردسری آقا چجوری نسه. بعد بازیکن خوبی هم بود، تو بایر مونیخ بازی کرد، تو لیورپول بازی کرد، همه جا بود. آره خیلی هم میدرخشید و نمیشد اینو
اینو ایگنور کرد، کلا اینو بذاری کنار، بازیاشو پخش نکنی، هیچ خاکی تو سرت نمیتونستی بریزی. خاطرم شده بود یه داستانه از این قبیل بازیکن تلفظهای متفاوت هم داشت. شگیری هم شنیدم. شگیری هم میگفتن. آره شگیری افتادیم مثلا. همون داستان چیزی بود که علی تلفظ نکنه، مثلا شکری. آره شهیری میگفتن مثلا. شهیری آره. ژردان میگفتن یه زمانی. توی برهه‌ای فقط اسم کوچیکشو میگفتن ژردان. الان که فکر میکنم اسم کوچیکش هم به کردی خیلی قشنگ نمیشه. ژردان دیگه. ژردان جم. ژردانو لطفاً ژردانو یه کاری بکنید. از این قبیل بازیکن‌ها زیاد داشت. شما بازیکن یادتون میاد که تلفظ عجیب داشته؟ چون من یه سری چیزا رو نوشتم. کوستاس پاپاستاس توپولوف. پاپاستودوپولوس فکر کنم درست گفتم، نمیدونم. اسامی سختی بحث نمیدونم، همون یه بار فهمیدم. ببین اسامی سخت یه بحث جدایی داشتن، کلا تو دنیا سخت بود تلفظش. مثلا یه بازیکن آفریقایی بود که مال نیجریه، اسمش من نوشته بودم اینجا، نوشته به خیلی سخت، رو نمیتونم بخونم به قرآن. نامدی اوداوامامدی چیدیبار. ببین نامدی اوداوامادی چیدی باره چیدی خیلی سخته. بگو حالا 3 بار بگو نامدی اوداوامام. از رو هم نمیتونی بخونی. بعد هر کی 3 بار اینو رو بخونه کاری نداره دیگه. نام دی اوداواما دی چی نام دی اوداواما مامام دی نه اوداوا. تو بعضی موقع اسم ما رو هم اشتباه میگی. اوداوامادی نام دی اوداوامادی اصلا نمیدونم اصلا درست داری میگیم یا نه. مشکل اینجاست که کلا نمیفهمم درستش چیه. تلفظ اسم سخت یه بحث جدایی داره تو دنیا. اصلا علیرضا جانبخش هم خیلی سخت تلفظ میکردن اون برای آبیا. فکر کنم حکم کوارتسخیلای الان کوارتسخیلیا. آره کوارتسخیلیا. اسم کوچیکش هم خچوه. خچو کوارتسخیلیا. اسم بالی داره. ولی اوچان نژاد خیلی سخت بوده برای اون بریا. اصلا نمیدونستن چی، نمیتونستن بخوننش. مثلا وقتی مینوشتن اسمو با حروف انگلیسی این چیه اصلا چی نوشته؟ انگار یکی رندوم داره. آره دستش کیبورد آره میزنه. فارسی کار یادت رفته. آره آلت شیفت نگرفته. کی پاش رفته رو کیبورد. آره کی سرشو کوبیده رو کیبورد. اسم اینجوری زایه گفتم. زایه یادمه چلسی بازیکن داشت، اتلتیکو هم بازی می‌کرد. دیگو کاستا. این مسئله کاستاها هم مسئله آره داگلاس کاستا زیاد داشتیم. دیگو کاستا بودن صدا سیما باشون مشکل داشت چون کاستا نیستن. چرا؟ نمیدونم. نه بگو دیگه چرا. نه کاستان بگو کوستا هستن دوستان. اصلا چیز بدی هم نیست. اسمشه خیلی یه جوری صحبت می‌کنید انگار مثلا چیز عجیبه. من مطمئنم انگار مثلا چشم به گوشتون بسته است. هیچی نشدین تو زندگی. نه ما از اونم که تو مدرسه به کوسینوس می‌خندیدیم. خیلی خنده‌دار بود. چت بد گفتیش. خیلی بد گفتی. سینوس و اصلا نه. من یه چیز دیگه شنیدم. دیگه میگم. بیان بود. از اونم بودیم که تو مدرسه به سینوس کوسینوس می‌خندیدیم. آره تو که قطعاً. نه من نمیخندیدم. من همیشه شورم بالا بود. من داشتم درسام می‌خوندم. قطعاً همینطوره. مسئله کیرشوف هم داشتین شما؟ کیرشوف بود. کیرشوف مگه نبود؟ نمیدونم. ما کیرشوفه. آره نمیدونم. خدا ازش نگذره. حذفش کرده باشم نمیدونم.